خب بالاخره این بند و بساطمون رو وصل کردیم و حرکت کردیم بریم. چقدر هوا گرمه. از کجا باید بریم؟ فکر کنم اینجا دو طرف است. اینجا منطقه‌ای بود که کلا همه موتور سوار، وسایل موتور، حتی الان بازم سمت چپ قطعات موتور رو اینا میفروشه. موتور مثلا میخوای جا موبایلی بگیری یا یه سری دوربین و این دو چیزا همه رو دارن. اینجا کادیکوه. باید بریم از روی پل اول، یعنی پل به قول میگن انبش تموز 15 تموز، از اونجا بریم به سمت بخش اروپایی. چرا نمیرن اینا؟ هوا هم دیگه گرم شده ها. ولی واقعا موتور خطرناکه ها. موتور هیچ حفاظی نداره. کسایی که موتور سواری میکنن خیلی باید محتاط باشن. منم باید خیلی محتاط باشم. اول باید به خودم هم بگم دیگه. اینجا منطقه فکرتپه است توی کادیکوی. یه زمانی این منطقه هیچی نبود. انقدر این خونه های قدیمی رو خراب کرده بودن، وقتی آدم میمد اینجا وحشت میگرفت. آپارتمان های فکرتپه معروفن دیگه. الان کلن اونجا شده آپارتمان. کلی آپارتمان ساختن. خدا تومنم قیمتشون. خب اینم از کنار رفتن با موتور. ببینید همه ماشینا توی ترافیکن. یا الله، گاهی وقتا من حس میکنم که ماشین دستمه. همه سرعتگیرها رو رعایت میکنم، بعد راهنما میزنم و از لاین خودم میرم. اونجا هم برج شاملوجاست که دارید میبینید توی تصویر. امیدوارم الان هم تایم ترافیکه، ولی خب برای موتور ترافیکی وجود نداره و از این لاین همه میرن و منم دیگه از این لاین میرم. مرکز خرید آکاسیا رو میبینید سمت چپمونه. بذار اینو رد کنم. این مرکز خرید آکاسیا. نمایندگی اپل هم، نمایندگی یعنی فروشگاه اپل هم هست اونجا دیگه. فروشگاه اپل آکاسیا. وقتی که با سرعت میرم کلا هم دو تا هواکش داره. از هواکش جلو باد میاد داخل، از هواکش عقب باد میره بیرون. الان باید سمت راست بریم و آخ دست انداز بود. بله برج چاملیجا رو میبینید روبرومون. الان دیگه قشنگ باید ببینید. اون زمان که اولین بار داشت افتتاح میشد رایگان بود. منم اون موقع رفتم، بعد اونم چندین بار رفتم.
برای شهروندا و ساکنین ارزون تره، ولی خب برای توریست ها گرون تره. رستوران هم داره اون بالای بالاش، چند تا طبقه داره، از هر طبقه ها میتونید شهر رو ببینید. یعنی دیگه بلندترین نقطه استانبول دیگه، برج چامبیجو. بالای بالاش هم که بخش رادیوییشه. سرعت اونم که حدوداً 70 تاست، سرعت مطمئنه. این دوربین رو که نصب کردم روی کلاه هم یه ذره کلاه هم سنگین شده، از جلو اومده جلوی ابروهام الان. ولی بهتون بگم واقعا لذت بخش موتور. من در واقع خدا رفتگان شما رو بیامرزه، من یکی از عموهام خیلی وقت پیشا با موتور تصادف کرده بودن و فوت کردن و از اون موقع که من اونو شنیده بودم، چون بچه هم بودم دیگه میترسیدم از موتور کلن، یعنی سوارش نمی شدم. ولی چند بارم که تهران رفته بودم اونجا مجبور شدم سوار شدم از این موتوریایی که حکم تاکسی رو دارن و با میبرن تیم من اونور. ولی خب خیلی ترسیدم چون خیلی بد میرفتم. خلاصه الانم که گرفتم موتور رو، هم میخوام محله های استانبول همه جاشو از نگاه دوربین موتورم بهتون نشون بدم. اینجوری خیلی راحت تره که راحت میتونیم با موتور بریم اون محله ها رو بگردیم و با هم دیگه تولید محتوا کنیم، به شما هم نشون بدم. و اینکه یه ذره لذت بخشه دیگه، هیجان انگیزه در کل موتور. ولی خب خیلی هم باید احتیاط کرد دیگه. من خودم چون میترسم، یه پیشینه ترسی از موتور تو ذاتمه، خیلی تون نمیرم واقعیتش. حد اکثر سرعتی که من رفتم 90 بوده، 90 100 نهایتش 100 بوده، اونم تو سرازیری. یا اول فرس بعد ما بزنم برم سمت راست. در کل خیلی عاشق موتورم دیگه، دوست دارم با موتور گاز بدم، صدای موتور رو دوست دارم. خیلی از خانوما هم موتور دوست دارم. و اینکه داریم به پل نزدیک میشیم، سرعت اونم ببینید 70. راهنما بذاریم. نه، موتورایی که سیسیشون پایینه و سبکن در کل ممنوعه روی پل رفتنشون و دلیل داره دیگه. به خاطر اینکه وقتی باد میاد امنیتی ندارن و احتمال داره بیفتن، به خاطر همین اجازه ندارن که از روی پل رد شن. ولی خب الان ما 250 سیسیه، مشکلی از روی پل رد شدن نداریم. پل بغاس، اولین پلی که روی تنگه بوسفور ساخته شده. این بنده خدا ها موتورشون خراب شده. من اگه موتورم خراب بشه ول میکنم میرم، من هیچ سردن نمیارم از موتور، هیچی. این هم اولین پلی که روی تنگه بوسفور ساخته شد، پل آرزوها یا همون پل بغاس. چه با سرعت میرنه. اینا هم که متروبوس هم دیگه، متروبوس هایی که بین آسیا و اروپا در تردد هستن که از روی پل رد میشن. بعد از اینکه از روی پل رد شدن برای خودشون دیگه یه لاین مخصوص دارن و کلا از اون لاین حرکت میکنن. الان داریم از روی پل رد میشیم. چه حس و حالی، چه حس و حالی. بریم پشت ماشین پلیس. به به، تا حالا از این زاویه تنگه بوسفور رو ندیده بودم.
خیلی قشنگه. ببینید اصلا باد موتور رو تکون میده. خب موتور اگه یه ذره سبک‌تر باشه خطریه. سرم رو تکون میدم باد تکونش میده. به چه پلی، چه آبی، چه تنگه ای. پل دوم هم از اینجا دیده میشه. خیلی خطرناکه. قشنگ باد میاد. باد داره تکونت میده. قشنگ تکون میده. من نمیتونم تا برم. واقعا من جرأتشو ندارم. دقیقا بین زمین و آسمون هستیم دیگه. الان قشنگ دسته های موتور رو تون تون سفت گرفتم. تو صندلی هم محکم نشستم. به منظره رو بل کن، بقیه رو منظره رو بینیم. خدای شکرت، چه منظره ای. این همه نعمت، بابت همه نعمت هایی که به استانبول به ترکیه دادی، خدای شکر. عبور پیاده هم از روی پل ممنوعه دیگه. بعد عجب بادی اومد. بعد از اینکه یه موزیکی در اومده بود واک شامل رو اون که در اومد، خیلی اومدن از روی پل خودش رو انداختن پایین، خودکشی کردن. به حال ارتفاعش خیلی بلنده دیگه، ارتفاعش زیاده. فکر کنم ارتفاع پل تا سطح آب 5 متر باشه شاید. بعد دیگه از اون تاریخ به بعد کلا پیاده رفتن روی پل رو ممنوع کردن. بذاره گاز بدیم. سمت راست رو ببینید، چه قشنگ ویلاهای استقلال، چه بادی میاد. دوربینم رو باد نبره، خودم رو نبره. این بنده خدا هم خراب شده. من داداش بلد نیستم. اون ساختمان بزرگه هم که میبینید زورلو سنتره و بالش هم هتل، اشتباه نکنم رافرسه اگه یادم مونده باشه، هتل رافرس. یه زمانی ما توی شرکت توریستی که کار میکردم یه راننده داشتیم اسمش شاهنامه بود. از اینجا که رد میشدیم میگفت خیلی قدیما جای این مرکز خرید زورلو سنتر یه زمین خالی خیلی بزرگ بوده که اینا میرفتن اونجا فوتبال بازی میکردن. قدیما اینجا اینجوری بود، ولی خود منطقه خوش آب و هواییه. الان ما از سمت راست بریم، سمت لونت. این هم اینجوری به نمیدونم صدای باد رو میشنوید یا نه، ولی واقعا باد خیلی شدیده ها. اینجا هم زنجیرلیک ایستگاه متروبوس. نه یاده داشت سمت راست هم میره سمت اتیلر و اورتاکوی و پارک اولوس و جاهای قشنگ. راهنما بزنیم، گاز بدیم، راهنما رو خاموش کنیم. اینجا هتلی بود، هتل آوانگارد، یا شاید هم رد کرد، آوانگارد لونت. قبلا خیلی وقت پیشا 5 سال پیش اینا خیلی مسافر میومد اینجا آوانگارد لونت. البته آژانس های مسافرتی خب پیشنهاد میدادن بهشون دیگه، میفروختن. دسترسی هم نداشت که ما بیاییم اونجا. دقیقاً باید میمدیم با مترو تا خود لونت، از لونت دوباره پیاده برمیگشتیم پایین که بیایم دنبال مسافر. راستی هم تا یادم نره بانک ملت شعبه لونت، بانک ملت ایران. آره میمدیم میرفتیم اون هتل، مسافرها رو مثلا برمی‌داشتیم یا میذاشتیمش اونجا.
همیشه میگفتیم خدایا چقدر سخته از اونجا باید پیاده برگردیم، ولی خب الان این همه میریم این ور پیاده هم میریم، ولی اون موقع ها دیگه سخت بود. مرکز خرید مترو سیتی، مرکز خرید اوزدیلک اونورتر و یکم اونورترش هم مرکز خرید کانیون. 3 تا مرکز خرید کنار هم توی لونت. مترو سیتی که خیلی کوچیکه میمونه. اوزدیلک خوبه، باز چند طبقه است. کانیون هم فضا و معماریش قشنگه. مرکز خرید کانیون. سمت راست هم اینجا میره سمت خونه هایی که متراژ بالا هستن و ویلایی هستن توی اتیلر. نذاشتیم پسر نگاش کنیم این بر سمت راست. این هم که همون دیگه گفتم اوزدیلک و اون یکی هم کانیون. اگه بتونیم رد شیم سبزه. آها رد شدیم. یه دونه لونت داریم، لونت خالی. یه دونه لونت 4 داریم که یه ذره بالاتر. یه دونه لونت 5 داریم که اصلا ربطی به این منطقه نداره، اون طرف نزدیک اتوبان. منم یعنی برم سمت راست یا از همینجا برم؟ اگه بتونم از همینجا برم خیلی امن تره. حالا برم سمت راست ببینم چی میشه یا خدا کسی نیاد. رفتم. اینش خوبه موتور. چه ترافیکی اومد. این کیه داره از اینجا میاد؟ چرا داره از اینجا میاد؟ از راه من میاد. رد شدن موتور از اینجا کاملا قانونیه. اینجا هم یه مرکز خرید دیگه هست، سافیر. اینجا فقط اون بالای تراس داره، خیلی بالای بالا. قبل از اینکه مرکز خرید اعمار تراسش زده بشه، این تراس اینجا قشنگ همه جای شهر رو میدیم و بلندترین بود. بعدن مرکز خرید اعمار تراس زدن، بعد از اونم که برج چامریجا دیگه. الان اینجا میگن هناش دیگه رنگی نداره. مرکز خرید ها، ولی خب کلان حالت ورشکسته طور کسی نمیره. بتونیم از اینجا رد شیم. لونت 4. چه لونت 4 هم یه دونه هتل بود، اگه بتونم پیدا کنم بهتون نشون بدم. اسمش یادم رفته، همین جاها بود. اونم زیاد ایرانی می اومد. اوناش بیلک دیدیدش، همین هتل بیلک. هتل بیلک هم هتل خوبیه توی این منطقه است، ولی خب مزیتش به نظرم همون نزدیک مترو بودنشه. فقط تمیزه، ولی خب دیگه اینجا دیگه مرکز شهر نیست، مرکز شهر نیست. بازم ترافیک. واقعا مردم استانبول دماغم میخورم و نمیتونم بخارم.
کلاه سرمه و شیشه‌شم بسته است. آره میگفتم مردم استانبول بنده خدا این همه وقتشون توی ترافیک میگذاره. از این ور برم رفت گاز دادم. بذار بریم بالاتر دیگه. نظرتون چیه؟ بریم بالاتر ببینیم بالاتر چی هست. چه ترافیکی. اتوبان اسکسان که فیلمشو گذاشته بودم توی ویدیو قبلی. چقدر ترافیکه. از اینجا میره اتوبان اسکسان A80 بگیم دیگه. A80 یکی از اتوبان‌های خیلی شاهراهیه. چه بادی میاد. اینم بگم بهتون من به موتور اندازه 300 لیر بنزین زدم. راحت 300 لیر حدودا میشه 7 لیتر شاید 7 لیتر حدودا. 200 کیلومتر باهاش حرکت کردم. موتور رو از وقتی گرفتم میگفتم که بابا من اصلا استفاده نمی کنم، میمونه خونه هر از گاهی در میارم. ولی یه چند باری که روندم دیدم بابا واقعا خیلی خوبه. تو این ترافیک میبینید دیگه، تو این ترافیک چیکار باید کرد؟ با ماشین مگه میشه اومد اینجا؟ موتور راحته دیگه، از کنار میری میای با احتیاط. الان دیگه اکثرا دارم استفاده میکنم و کیلومتر موتور رو هم رسیده به 227 در حالی که 0 کیلومتر بود بعد یه هفته. در کلم یه بار، دو بار، 3 بار، 4 5 6 بار استفاده کردم دیگه. یه بارم که غرب استانبول رفتم براتون ویدیو گرفتم، اون فکر کنم زیاد شد. منم برم دنبال این ببینم میتونم. رفتم ولی اینجا را فکر نکنم بتونم برم. نمیتونم رد شم. من ناشیم. نه یا جلو. اینجا هم دانشگاه سا استانبول تکنیک فکر کنم. آره استانبول تکنیک یونیورسیتی ایاز آقا، دانشگاه استانبول تکنیک. از این ور بریم دیگه، بریم سمت ایاز آقا و اینا. اینجا دانشگاه استانبول تکنیک. بعد اینجا هم که میره سمت امیرگان، پارک امیرگان که فستیوال گل لاله هر ساله اونجا برگزار میشه که الان هم فصل فستیوال گل لاله است ولی ما اونجا نمیریم. خودروی آستون مارتین رو به شما نشون بدم. آستون مارتینه دیگه، درسته؟ آره دیگه، هات سالار آستون مارتین باید باشه. انشالله که قشنگ میافته تو تصویر. رفتیم تو